ازدواج اجمل حقیقی در پاکستان و سکته قلبی منیژه جمال و بستری شدن در شفاخانه. اجمل حقیقی در پاکستان با کی ازدواج کرده است؟ منیژه جمال چی رابطه با اجمل حقیقی داشته بود؟ منیژه در پاکستان مصروف چی کار باری است و دلیل اخراج منیژه جمال از چینل یوتیوب اجمل حقیقی چی می باشد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اجمل حقیقی مدل موفق، چهره مشهور و یکی از جوانان با استعداد در افغانستان بود. اجمل حقیقی از سن نوجوانی به کارهای فرهنگیش ادامه داد و برنامه‌های مختلف فرهنگی و رشد لباس افغانی برای مردم جهان در افغانستان برگزار می‌کرد. اجمل حقیقی برندی از لباسهایش را در افغانستان افتتاح کرد و همیشه می‌خواست لباس و فرهنگ افغانستان را به نمایش بگذارد. دختران و پسران فراوان نزد اجمل حقیقی کار میکرد. اجمل مدل موفق افغانی بود که وی در کشور هندوستان هم برنامه‌های فرهنگیش را ادامه میداد. یگانه جوان افغانی بود که مدلینگ خیابانی را در افغانستان رایج ساخت، برنامه‌های مختلف فرهنگی برگزار میکرد. اما بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان اجمل حقیقی مدت 6 ماه زندانی شد و اکنون در کشور پاکستان زندگی می کند. وی تصاویرش را این روزها در صفحات مجازی نشر کرده است که ازدواج کرده است و به همین خاطر منیژه جمال دوست و همکار هنری‌اش از چینل یوتیوب اجمل حقیقی خداحافظی کرده است و حالت بدی را در پاکستان دارد. رفتار جالب اجمل حقیقی با منیژه جمال همیشه باعث نقد و نظر فراوان قرار می گرفتند. من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران اجمل حقیقی و منیژه جمال به اشتراک بگذارید. صحت و سلامتی برای شما خوبان آرزو دارم. تا درود دیگر همتان را به الله منان سپرده. موفق و کامگار باشید.